خدا کنه که جوانان و نوجوانان با این نکاتی که باز ما بیان میکنم از ما دیق نشن. اگر دیق هم شدن باز برم بخونه خب چکار کنن؟ چند تا؟ 6 تا این بخورن. نه انشاءالله تعالی که از ما دیق نمیشن و دوستینا با ما بیشتر میشه، بخاطر که من اینا را از پیش خود نمیگم، از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگم و همه جوانا و نوجوانان و هم سندسال و هم مشرب خور دوست دارم و به حق اینا دعا میکنم. به خدا قسم بعضی موضوعات در بین جامعه میبینم رنج میبرم. باور کنین برای ما تشویشیه که چری ما به چنین راه روان باشیم در حالی که ما مسلمانیم. ما به خاطر این کارها خلق نشدیم. ولبس الحریر، زمانی که پوشیده شود ابریشم. این که شاید در بین جامعه ما خیلی کم باشه. بعضی موقع ها شخص به طرف شخص اشاره میکنه فلانی را میبینی اشته خانه پوشیده 20,000 قیمتی داره. وقتی پرسان کنیم چرا 20,000 قیمت زینه؟ تارهای ابریشم در این خان کار شده. از خدا بترس. 20,000 و 30,000 و 50,000 یه خان برخونه کن. اصلا خود این یه خان یعنی چی؟ ولو که 100 روپیه قیمتی باشه یعنی چی؟ اور برخو کنیم شکم مرسل میکنه، اور برخو کنیم به عمر ما اضافه میشه، اور برخو کنیم مقام پیدا میکنه. همین خود یه خان یعنی چی؟ دل جوانا نشکنه، باید بفهمه خود یه خان یعنی چی. پس بیایم با خود آییم. اگر کسی هم یه خان میپوشه کوشش کنه که یه خان قیمتی نپوشه و ابریشم نداشته باشه که با خاطر پوشیدن لباس او باز به سر ما و شما چی میآید؟ بلا و مصیبت میآید.